سلام، وقتت بخیر. امیدوارم حال دلت عالی باشه. من جانا هستم و با یه پادکست دیگه در یوتیوب همراهتم. تصمیم گرفتم از کتاب‌هایی که میخونم، ارتباطم با آدم‌ها و هر چیزی توی این جهان که قلب من رو محکم‌تر میتپونه، باعث میشه که قلبم مشتاقانه تر بتپه و ذهنم رو بزرگتر میکنه، به ذهنم اجازه فکر کردن بیشتر میده رو با تو اینجا به اشتراک بذارم. اگر که یک جمله باشه اونو برات بازگو میکنم، اگر که یه تجربه باشه اون رو اینجا با تو اشتراکش میذارم. و چند وقتی بود که دنبال خرید یک کتاب بودم. دیروز اون کتاب رو خریدم. البته قصد خرید کتاب دیگه ای رو داشتم توی کتاب فروشی، اما اون کتاب مد نظرم رو پیدا نکردم و خب اون کتابی که باید توی این زمان به دست من میرسید رو خریدم. و یه جمله از این کتاب حال الان من و شرایطی که دقیقاً توش هستم رو مد نظر قرار داد، هدف قرار داد و زد به هدف. و اون جمله چی بود؟ اون جمله این بود که یه جایی اژدهای کوچک به پاندای بزرگ گفت اژدهای کوچیک، قبلش اینو بگم که یه بذری توی دل خاک کاشت و رو کرد به پاندای بزرگ و گفت هیچ اتفاقی که نیفتاد. پاندای بزرگ گفت شاید اول داره از زیر یه اتفاقایی میفته. این جمله عمیقاً ذهن منو برد به اون سمتی که چقدر ما آدم‌ها به خاطر دنیامون، به خاطر آدم‌های این دنیا، به خاطر عصر تکنولوژی، به خاطر سرعت بالای همه چی، چقدر شتاب زده ایم، چقدر عجولیم، چقدر همواره در حال بدوهای بی حاصلیم. و این جمله واقعا منو تکون داد که تو وقتی یه بذری رو میکاری به روند رشدش به قوانین طبیعت ایمان میاری. میگه خب این رشد میکنه دیگه، من کار درست خودم رو انجام دادم و اون دونه رو توی خاک مناسبش کاشتم. هر روز اگه بخوای بری اون جایی که اون دونه رو کندی، اون دونه رو کاشتی رو بکنی و نگاه بکنی او دونه جوونه نداد، من دیروز کاشتم چرا جوونه نداد امروز، هی بری بکنی اونجا رو، هی خاکش رو زیر رو بکنی، اون دونه هیچ وقت جوونه نمیده و آخرش هم خشک میشه و قابلیت رشد کردن و جوونه زدن رو کامل از دست میده. اما اگه یه دونه ای رو بکاری تو دل خاک و بعد 5 ماه، 4 ماه، 3 ماه، 2 ماه، اصلا بعد 1 سال، اصلا بسته به نوع اون دونه ای که کاشتی و چیزی که ازش میخوای به عمل بیاد طول میکشه، تو تعجب نمی‌کنی، چون میدونی روند رو به رشد و سیر تکامل اون دونه اینطوریه. میدونی که بارون میباره روش، میدونی که خورشید بهش میتابه، باد بهش میوزه، میدونی که خاک بلد کارشو، میدونی که آب بلد کارشو، میدونی که طبیعت بلد کارشو، میدونی که دونه بلد کارشو و در نهایت میدونی که خدا کارشون بلده. نیاز نیست ما هر روز بریم خاک و زیر رو کنیم و دونه رو نگاه بکنیم. پاندای بزرگ گفت شاید که اول داره از زیر یه اتفاقایی میفته. در جواب اژدهای کوچیک که گفته بود هیچ اتفاقی که نیفتاد.
وقتی یه دونه تو یک هفته اول، یک ماه اول، 2 ماه اول، 5 ماه اول هیچ اتفاقی در روی زمین براش نیفتاد، به این معنا نیست که شروع به رشد کردن نکرده، به این معنا نیستش که قرار نیست جوونه بده. شاید اول داره از زیر یه اتفاقایی میفته. در مورد خودم، من وقتی کار جدیدم رو شروع کردم توی دنیای آنلاین و متناسب با رویای خودم، رسالت خودم، عشق خودم، تو مسیر خودم، اولش خیلی با خودم فکر میکردم که این مسیر قراره چقدر طول بکشه. من اگه برنامه ریزی مالی بخوام بکنم، بعد از کی این برنامه ریزی رو شروع کنم؟ اصلا کی صفحه مثلا اینستاگرام من، کی مثلا چنل یوتیوب من، کی اون فلان شعبه آنلاینی که راه انداختم مانیتایز میشه، به درآمد میرسه و چیزایی که آدمای امروزی، نسل امروز همش درگیرشن. خب حق دارن، نمیگم ندارن، من خودم هم جزوی از این آدمهای این عصر و این دور زمونه و این نسل هستم. ولی چرا به این فکر نکردم که اول ریشه ها باید تشکیل بشه تا بعد میوه ها رو بخواد بسازه؟ تو درختی رو دیدی که بدون ریشه‌ای تو دل خاک، میوه‌ای رو هوا، روی زمین بخواد به عمل بیاره؟ کدوم درخت، کدوم بوته، کدوم گیاه وجود داره تو این دنیا که بدون ریشه‌ای تو دل خاک، میوه‌ای رو بیرون از خاک، روی زمین بخواد به عمل بیاره و خلقش بکنه؟ در شرایطی که ما تو دنیای امروز ریشه ها رو اصلا نادیده میگیریم، اصلا اون مرحله رو حذفش کردیم. ریشه ها باید تشکیل بشن که میوه ها رو بسازن و هر چقدر عمیق‌تر، هر چقدر اصیل‌تر، هر چقدر طبق زمانبندی درست خودشون بیشتر پیش برن، میوه هایی که سالها بعد به عمل میارن میوه های شیرین تر، خوشمزه تر، آبدارتر، بزرگتری خواهند بود. اگه تو زندگی تو مرحله‌ای هستی که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، مطمئن باش که شاید اول داره از زیر یه اتفاقایی میفته. تو داری ریشه ها تو خلق میکنی، توی دل خاک تشکیلشون میدی و این هم یک مرحله از مراحل رشد توه. برای هر آن چیزی که تو این جهان هستی میخوای، پول، ثروت، موفقیت، پارتنر خوبه، خونه بزرگ، ماشین فلانه، شغل فلانه، پیشرفت شغلی، ارتقای درجه است، شهرت، محبوبیت، هر چیزی که تو این دنیا هدفت، خواسته توه و تو مسیرش از جای قدم برداشتی، میخوام بهت بگم که اگه هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، شاید اول داره از زیر یه اتفاقایی میفته که من میخوام کلمه شاید رو بردارم از این جمله که بگم مطمئن باش، ایمان بیار، باور کن که اول داره از زیر یه اتفاقایی میفته. هر جای این جهان هستی، نور و عشق من به سمت تو میاد. عزیز دلمی، فعلا.